میبینیم که بر ضد منافع ایران تحریکاتی میشود. یه شعارهایی میشنویم که به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمیدهد، ولی ما این شعارها رو شنیدیم، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور می شود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده باشد. ولی با وجود تمام تأسفی که از این هست، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شدند. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشند اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا بشن. از 30 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 و خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. تا جایی که می شود وسایلش فراهم می کنیم، دعا می کنیم خداوند اینها را